خب ما امروز از تجربه شهناز کاملزاده برای شما خواهیم گفت. ما تلاش میکنیم که با شهناز کاملزاده به شکلی موافقه کرده بودیم، باید تماس بگیریم و امیدوارم خط تلفنشون آزاد میمونن. شهناز کاملزاده گرفتار بیماری التیاب شش بود، با قول خودشون که در فیسبوک میچرخوندن و در حالت خانه بند شدن یا در حالت سمایزالیته اونو تبابت گرفتن. سلام علیکم. سلام علیکم. روزتون بخیر باشد. وقتتون رو نگرفتیم. با اجازه دلیل ممالی از افیر مستقیم رادیو وطن زنگ میزنم. سلام بله جون. شهناز کاملزاده؟ بله. سلامت باشین. روحیتون چخیر؟ سلامتی چخیر؟ عالی. عالی. خدا همیشه همین صدا رو بشنویم. خداوند از اون طرف عالی. شما مدت چند روز خانه بند بودید؟ من حدود 25 روز بیمار بودم. چرا اینقدر طول کشید بیماری شما؟ چی شد؟ ندونم، بیماری خودش همین خیلی بوده است که همین مایده شروع میکند از تب 37 38 39 و بعد تا خوب من راستی گناهی من هم بود که من کمی بی‌پروایی کردم. من فکر کردم که از همون سرماخوردگی های یا گریپ های معمولی هستم و سری پا بودم، کار از دنبال کار و زندگی میگشتم، البته ماسک میزدم. بعد این دکترها بیماری شما را چی تشخیص کردن؟ التیاب شش یا چیز دیگر؟ باری اول برایم گفتن که این یک سرماخوردگی عادی است، ولی باری دوم که اول که دق نفس بود و من اصلا نمیتوانستم نفس کشم و ما یوری تعجیلی رو دعوت کردیم. وقتی بردن بیمارستان رنگین کردن و تشخیص کردن، رنگین نشان داد که رگ‌های شش برهم کرده است و دکتران التهاب شش رو برایم تشخیص دیاگنوز موندن. بعد خودتون میگفتید که در خانه از تجربهتون بگید که شما حالی صحت شدید کامل دیگه 100% به قوله. خب بله، مشاوران من همچنین با دکترانی مثلا نیویورک آرش علایی دم بدم در ارتباط بودم. همکارانم از لندن چند دکتر دیگر رو توصیه دادن. من مثلا صورت زنگین رو نشان دادم، اونها دق نفس کشی ما رو میشماریدن، حساب میکردن، حرارت بدن ما مثلا هر 2 ساعت پس من برای اونا میفرستادن که چند شد و چه خیل شد. آنها برای من همگی 2 دارو نوشتن. مادر شما بگوید که چی تجربه ها که پشتی سر کردید این بیماری را که شنونده ما هم بشنون و در خانه اگر مبادا گرفتار این بیماری شدن با همین تجربه پشتی سر کنن؟ خب اگر درجه آسان باشد تا اینکه دق نفس دارند اونها باید بیشتر آب استعمال کنند و خوب روند، کارهای جسمانی نکنند، چون که این بیماری هست که خود انتی‌تل‌ها بدن انسان با آنها مبارزه میبرد. وقتی ما کار حرکت میکنیم بدن ما همون انتی‌تل‌های خودمون به جان میشود و لشکری اگر ساده کرده بیاد لشکری کرونا ویروس در آنها پیروز میآید. ولی اگر خوب روی آب عجل این بیماری، عسل چای، لیمون چای، مالینه چای، همین آب در یک روز تو 5-6 لیتر آب باید نوشید که همون و ایمونیته بدن رو کمک کردن لازم است. من میوه زیاد میخوردم، سبزیجات نوریتر و تازه پمیدور و بودرینگ برآمده است. این تابلتکه هایی که گاه از بیمارخانه ها مردم زیاد میخرن، از اینا چی پیشنهاد میکنید شما؟ خرند یا نه؟ ببینید داروی آنتی بیوتیک اصلا قابل قبول نیست در این بیماری. آنتی بیوتیک برعکس ایمونیته آدم رو میکشد و در این نبرد ایمونیته انسان مغلوب میشود. قطعاً بخصوص چندین دکترها رو من پرسیدم بخصوص اینه که تیترافلاکسیتونه که امروز همین اورا کرده برای بیماران توصیه میدن، این قطعاً معنی این عجل انسان است در مبارزه با کرونا ویروس. سلامت باشید. شما میگفتید که در خانه با همراه فرزندو در اونها در خانه دیگر بودن، شما در خانه دیگر در خانه های بلندآشیانه بودید و شاید بسیاری خانه زمینی ندارن و امکانیت ندارن. شما میگفتید که چی تجربه داشتید که فرزندو رو در دیگر خانه چه خیلی نگاه داشتید؟ منم در یک خانه دو خانگی مایده زندگی میکنم. وقتی که همین تشخیص رو برایم گذاشتن، من اول که کودکو رو من در اتاق خواب بودم، تلویزیون همیشه باز بود، اما کودکا در زال کوچیدن، کوچ بستن، در زال زندگی میکردن و ما تنها از پشت در ارتباط داشتیم
پشت در برای من می آوردن، غذا می گذاشتن، چای می گذاشتن، من می خواستم از پشت در می گرفتم می خوردم، باز پشت در می گذاشتن، اونها جمع گیر می کردن. در یک روز صبح و دوبار 3 بار دخترم تمام اون دسته های در، جایی که روشن کردن خاموش کنه که برق، نمیدونم آب، شیر آب، هر جایی که امکانی دست دادن بود 3 مرتبه ای دخترم هر سر بیزار شده بود. باز پیرت و بلیزنه و خلور کارکرد میکرد. خودم هم هر دفعه که میبر اومدم از اتاقم خوب تا دستشویی نمیدونم تا یک جای ماسک میزدم، هر بار دست رویم از پیرت شروع میکردم، میبر اومدم تو حمام یا دستشویی گشته و اتاقم برمیگشتم، حتما پس از من دخترم فوراً یا خودم از پشت خودم پیت میشپیدم هر جایی که امکانی دست دادن داشت. سلامت باشید شاهناز. من فکر میکنم این تجربه که شما پشتی سر کردید برای بسیار شنونده‌های ما و بیننده‌های ما در فیسبوک و در رادیو وطن یک تجربه عبرت. من میگم که دله حتما احتیاط کنن، بسیار بیماری بیجه است، بسیار بیماری شدید است از ضیق نفس. من همین 6 روز آخر شاید من فقط سرم زمین بود و پاهایم در آسمان. من زندگیم چپراسته شده بود. پس سر چون نفس نمیبر اومد مجبور بودم که برعکس چکنه خوب میرفتم. سرم به زمین کشاورز بود و پاهم در آسمان بود. حالی خدا را شکر همه چی خوب شد، همه چی به خوبی انجام. خوب است، از یگان نشانه و آریزه و هیچ چیز دیگر ندارم، اما همون 25 روز این دهشتناکترین روزها بود و من التماس خواهش میکنم در خانه بمانند، مردم احتیاط کنن و همون چیزهای گیگینه را رعایت کنن. سلامت باشید. من بسیار تشکر میگم که در این لحظه حساس زنگ تلفن ما را جواب دادید. خود و نزدیکانتون احتیاط کنید. زنده باشید. تشکر دله. سلامت باشید. شاهناز کاملزاده بودن، روزنامه‌نگار و نفری که در شبکه اجتماعی فیسبوک خیلی فعال است، از تجربه و طرح طبابت در خانه برای نظر اندیششون پیشنهاد کردن. در افیر رادیو وطن بمونید. این انترکت است که شما میشنوید. مثل یک ستاره چیدم اومدی از پشت ابرا، از تو قصه و کتابا، با همون نگاه اول واسه دردم چاره دیدم. ای گل رویایی، ای مظهر زیبایی، تو عروس شهر افسانه هایی، عاشقت میمونم، قدر تو رو میدونم، نیاد اون روزی که بی تو بمونم.